کلگی میگی که خانم ما تنفروش است، جسم خود فروخته، ثبوت بکن به مردم. بله پلی کنش. خانم ما تنفروش، این ثبوت کن. داری ثبوت؟ بله بله ثبوت میکنم. یک زن فاحشه هستی. اوکی. بسیار یک تنفروش. این چادره که ماندی اصل باید چادره که در سر زدگه کنی. از احساسات مردم استفاده میکنی، بعد پدر ذاتتون حالا بسیار زن کثیف هستی. حالا کجاست شوهره؟ رولا چای دم شدانه. رولا وقت چای شد. اوکی. ده شما میگه اوکی. ببینیم من میگم که خبر نیست، خودش در پشت سر است. میگن که زن ما تنفروشی کرده؟ بله. بر مردم ثابت زن تنفروشی نکرده. ما بر مردم میگم. وقتی که یادت میاد که تو همو برنامه بر مردم ثابت کو که زن ما تنفروشی ثابت میکنم. حوصله کو ثابت میکنم. گپ تا نمیتم مثل تو ور نیستم که این طرف و طرف برم سند چند از دیگه است. ما تو پرسان دارم که چی دست هیچ چیز نه. وقتی حوصله کو ما برات میگم گپای بی معنا نزن. وقتی که من میگم که تو یک آدم بی غیرت، یک آدم زنچوستی، به خاطر که خانم خود کار میکنه. بله. خود اجازه بده من برات میگم. یک مرد افغان اگر از زن خود حفاظت کرده نتونست، وظیفه یک مرد افغان چیست که ما برات از سوال کردم جواب داده نتونستی. یک مرد که خودش زن خود در پالی خود یا پیشروی مردم پیش میکنه، اینمی چی شد؟ تجارت شد. وظیفه یک مرد وظیفه یک مرد افغان چی است؟ حفاظت کردن از ننگ ناموسش که تو را نمیکنی. خودت چای میمونی، زنه که پیش میکنی و همه قدر فالوورا و کسایی که در برنامه‌ت میاد تمامش به خاطر خانمت میاد. درست است؟ اوکی. این فالوورایی که مرا فالو کرده به خاطر خانمم که لایف است. ایفاز نه لایف سیکو لایف تا کمک دو چیز مختلف است. اگر تو خانمت میای و برای خانما کمک میکنه یا پیامت او یک موضوع نه خانمم که میایم به خاطر ازی میایم که به خاطر چی میایم؟ یعنی ما خانمم گفتم سیکو اینا تنها اومد، یعنی چرا تنها نمی برنامه نمیگیری؟ خانمم تنفروش حوصله خوکو. وقتی که تو برنامه میگیری و وظیفه و مسئولیت یک مرد افغان نمیفهمی و مردای ما را یا جوانای ما را تشویق میکنین که شما هم میتونین که نمی رقم کار کنین، مثل که برای زموی دراز میگفتی که مرد که قوی است، مرد که زحمت کشیده، خانه جور کرده، زندگی جور کرده، از زن خود حفاظت میکنه، اون مرد واقعی و اصلی نیست. مرد اصلی و کسی که این مفکوره تو پیشما است. بتم ویدیو رو به مردم نشان بده. اون در اکانت ما باش ما برات نشان بده. خیر است نشان میتم تو حوصله کن. موضوع دیگه طرف نه به مردم نشان بده. اکانت ما از مردم دیده. اینا است که تو دعوای تو زمین است که دعوای تو حوصله که دقیقاً نال خرابی میکنی نه. یعنی به مردم نشان بده. دوستان میزنی ثبوت نداره نشان بده. ثبوت که من ثبوت میکنم که تو یک آدم بی غیرت هستی و زن در سوشال میدیا چی نفر رفتیم باز امیر ثبوت که صبر کو سایکو خنه میبینی اونم کارای چی را میکنی که در پاکستان کلان شدی، چطور در بین یک نفر که گپ میزنه گپ بزنی، موضوع را خراب کنی و مردم نفهمه که موضوع برنامه چی است. پیشترم در پاکستان کلان شود چی میباشه؟ میباشم مگه تو سوال میکنی اینه میبینی به احترامی کدام میری، اینه می نشان میده که تو یک آدم بی سواد هستی. اگه تو سواد میداشتی واقعا تو گپ زدن تا به درستی میفهمیدی. این رقم کارا که میکنی یک آدم کلانی کار نمیکنه. اوکی درست از خود سواد دارید. ما گفتم اسناد نشان بده، گفتی من ندارم. ما مهم نیست که براتون نشان بدم همین فعالیتایی که ما در سوشال میدیا نشان بده که درس خواندی. همین فعالیتایی که ما در سوشال میدیا دارم خودش ثبوت است که ما چقدر توانمندی علم و دانش دارم. کاری که تو در سوشال میدیا میکنی این را نشان میده که تو یک آدمی هستی که مردم فریب میدی و کارهایی که تو در بدخشان کردی، کارهایی که تو در پاکستان کردی برای همه معلوم است. وقتی که تو آمدی سرمت اومد کردی گفتی که کسر داو میزنی همین تو داو نزدی. تو یک آدم بی غیرت هستی، ما گفتی که مسلمان نیستی. یکی در مسلمان مهم نیست که من برای تو بگم، مردم میفهمه، خدای من میفهمه که من مسلمان هستم. بخوان دعای کنوده دین شو سوره فاتحه رو گفتن نتونستی. بخوان تو دعای کنوده.
و بحث موضوع اسلامی نیست، اجتماعی است. دعای قنوت بخوان. بحث موضوع اجتماعی است. مسلمان هستی دعای اجتماعی قنوت بخوان. ما بر تو امشب مردانگی را نشان میدم که مرد چی دعای است. قنوت یک بخوان. مرد مرد چی میکنی؟ افغان، مسلمان هستی دعای یک قنوت مرد بخوان. افغان، یک مسلمان به گفته تو اعوذ سر بالله زن من خود الشیطان تجارت الرجیم. نمیکنه. بسم الله وقتی الرحمن که تو الرحیم. زن تا پیش اللهم میکنی، انا نستعینک و وقتی که تو نستغفرک و زن تا پیش نؤمن میکنی بک و فالوور نتوکل جمع میکنی، علیک. نمی خودش یک بودت مردگاوی بخوان. است. تو که زن تا پیش میکنی سرش فالوور جمع میکنی، گیم میزنی، گفت پای جمع میکنی، می مسلمان خودش یک هستی دعای مردگاوی قنوت است. بخوان. اینو تو میکنی تو دنا گل نمی خودش مردگاوی است، برای شرم درست. بکارد. من مردگاو هستم. امی کارت کار مردگاوی است. درست. تو مسلمان هستی دعای قنوت بخوان. اینجا بحث اسلامی نیست، بحث اجتماعی است. ما مسلمان هستیم. باشه، اینجا بحث موضوع اجتماعی است. ما درباره حالا تو من هست مسلمان دعای قنوت ما بر بخوان. تو برنامه نشر کردم، به این خاطر نشر نکردم که تو چرا برنامه اسلامی داری. ما بر تو مسلمان برنامه هستی نشر یا کردم نه؟ که بر تو برنامه نشر کردم که مسلمان تو هستی؟ چرا مردم ما را گمراه میسازی. آقای سر ملک زنت مسلمان تجارت هستی؟ نکن، سر زنت گفت جمع نکن. تو همون دختر را که به نام افسون الماس خوار میگی، نمو خوارت شرابخور است، قمارباز است. تو یک آدم بی غیرت سیمی از در من پولی یک دست استاد میشی که او در دین تو نیست، عیسوی است. از من است؟ اگر تو را من خوار قبول خطاب دارم. کردی، من قبول شرم دارم. به کار است. امروز تو جامعه ما مسلمان هستی؟ کثیف ساخته، تو وار انسانای بی غیرت تو مسلمان هستی دوستا بی مسلمان است. دعای قنوت بخوان. دعای قنوت چی میگن؟ تو که مردانگی نداشته باشی، تو مسلمان را ما دعای اصلا در قنوت جامعه بخوان. افغان حساب نمیکنیم. تو که از مسلمان مسلمانی دعای گپ قنوت بخوان. میزنی، تو از مسلمانی گپ میزنی. Yes. امی قصه بگو. حاجی کمپل کن. حاجی کمپل کی بود؟ من میگم دعای قنوت بخوان. میگه حاجی کمپل دعای قنوت حاجی بخوان. کمپل کی بود؟ امی نکای تو که دعای زن در کجا؟ مسلمان نکای تو که زن در کجا شد؟ نکای تو دعای که قنوت زن در بخوان. کجا شد؟ دعای تو قنوت. یک آدم بی غیرت هستی، یک آدم اعوذ بالله من الشیطان تو الرجیم. بسم آدم الله مرد الرحمن میبودی. الرحیم. اللهم تو انا زن نستعینک و نستغفرک و تو نؤمن آدم بک و تو نتوکل زنکر علیک از و فامیل نثنی جدا علیک نمیکنی. الخیر و در نشکرک و بدخشان کارایی که نحمدک تو و کردی، نخلو و نترک ما یفجرک. اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و علیک نصح و نخفض و نرجو رحمتک و نخشى غیرت که نداری، عذابک بالکفار غیرت که ملحق. نداری، غیرت که نداری. چون تو همش یک آدم بی غیرت مسلمان هستی، دعای قنوت بخوان. یک آدم بی ناموس هستی. اگر تو یک آدم با غیرت میبودی، مردانگی میداشتی، تو میفهمیدی که من گفتی قاتل هستم. برادر ثبوت کن. برادر داشپزخانه که میره پس که بیا ایزک مبرایا مسلمان دوستای مسلمان ببینه، مسلمانی که فالو کرده ببینه، دعای قنوت یاد نداره. سر ما ویدیو جور میکنه سر 3 سال. سر الپاچینو ویدیو جور کردن وقت داره، با کتاب خواندن وقت داره، مگر بر الله که مرا خلق کرده تو را خلق کرده این بیدین نداره. این بیدینه. بیدینه. دعای قنوت بخوان. حالا برات میخوانم، صبر کن. دعای فاتحه تا میخوانم، تو خود قنوت میگه. بخوان. نعوذ بالله. دوستا سر دین مسخره. یا ایزک هستی دعای قنوت بخوان. دعای قنوت تو به چارم کردی مرا بخوان. هر وقت که عروسی کردی و در خطبه نکاحی تو خود ما که این میگه هر وقت که تو نکاح کردی ما قبول نمیکنیم. همین نکاح تو را کی دیده بود؟ تو به وجدان به غیرت از دختر از بدخشان فرار دادی آوردی. ثبوت کو بیادر. پدرکلان تو به نام ماما سلطان در بدخشان مشهور است. تو به وجدان دختر مردم فرار دادی آوردی، نام قومش نام مردمش در خاک زدی. اومدی تو از مردانگی و از غیرت گپ میزنی. شرم بر تو بکار. ثبوت. خیلی ثبت کن. تو ثبوت میگنه. ثبوت کو. یا ثبوت. برو بر یک هفته افغانستان زنت گرفته، برو بازگمی سایکو آجی توراله و آجی باریاله و ننگاله اگه سرت نزد ببین که چی میشه. ثبوت کو بیادر. گپ میزنی ثبوت کو. همین تو آجی توراله کیست؟ ثبوت کو بیادر. آجی توراله کی است؟ آجی باریاله کی است؟ آجی ننگاله کی است؟ با من چه کار کس است؟ ماما سلطان کی است؟ باشه ماما سلطان کی است؟ ایرانی نمیشه. ایرانی خود تو هیچ چیز گپ نگفتی. این یک آدم بی غیرت تو دختر مردم نام مردم از در خاک برابر کردی. تو از نکاح و از غیرت گپ میزنی. دختر مردم از بدخشان فرار دادی، پول گرفته بودی، سر دخترات تو تجارت میکردی. اینمی مردگاو نیست چی است؟ اگر تو یک مرد افغان میبودی سر دخترای مردم تجارت نمیکردی، او مردگاو. ثبوت کرده گپ بزن. حالا خود تو یک هفته افغانستان برو کسایی که سرت میزنه نیانه. حالا ما حالا کار ندارم که این مردکه دختر مردم از بدخشان فرار داده. در سیدآباد بدخشان اگر شما تماس بگیرن، مردم برتان زره میگه که روحلا کی است. اونجا کورس داشت، دخترها را درس میداد. دخترها را باز پیش کسایی که واقعا یعنی سربلند یا
پیسدارای بدخشان بود اونجا روان میکرد فیلم میکرد کسا؟ دخترای مردم کسی تجارت من کارون که تو میکرد لگیره فریب میده اینی امروز این آمده مسلمان- برای ما و شما افغانیت این مردانگی مسلمان دوای قنود یاد نده سیون کلمه را بخوان سیون کلمه را بجای تو یک نفر سه باشه کلمه را بخوان. رنگ خود در سوشال میدیا نشان نمیده تو اعوذ بالله بغیرت من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن تو الرحیم اگر سیون مسلمان کلمه را میبودی بخوان. دختر مردم سبحان فرار الله نمی‌کردی. والحمد لله ولا اله الا الله والله اگر تو اکبر مسلمان ولا حول ولا میبودی قوة در عزت الا مردم بالله بازی العلی نمیکردی العظیم. اگر تو الله مسلمان اکبر. میبودی تو مسلمان هستی در دخترای سیون مردم کلمه را تجارت بخوان. نمیکردی لکا سیون دلار کلمه را گرفتی بخوان. آجی کمپل کی بود ما برات میگم سیون کلمه را بخوان آجی میگه. کمپل ثبوت یک کن. شخص سرشناس بدخشان بود که ثبوت دختر کن. روان کرده بود حالا اینمی ثبوت رونا کن. دختر بیا روان در کرده چی بود مفت؟ او از او مردکه یک او لک دلار مردم پستا بود ثبوت کن. او حالا برای هوایی 50,000 گپ بزن. دلار داده وقتی که او برش دیگه پیسه ثبوت نداد کن. فیلم از ثبوت. در سوشال میدیا ثبوت. نشر کرد او بیچاره سکته قلبی کرد ای به وجدان تا این ثبوت کن. اونو چی مفت میگه گپ میزنه. ثبوت. ثبوت کن. یعنی حالا ثابت کن. بابای نوشافرین هم نماند به نام محمد ثبوت. سلطان این حالا برای تو ثبوت دختر را روان گپ بزن. کار تو از افغانستان دختر روان کردن بود شهرم برات بکار است تو باید ثبوت کو سسیا بیاله. شوی ثابت کو تو کنی یک آدم گپایی که تو بی‌غیرت میزنی هستی ثابت یک کن. آدم بی‌وجدان هستی امروز اما- آمدی میگی که دو نمیزنم حقیقت برات میگم وقتی که سر اما دختر شد تجارت زوره. کنی متر چی علم بگم تمقه شد. طاقت توانایی تمقه تو شد. سر یک دختر تجارت میکنی متر چی بگم روح تو خودت بگو اوکی. یک مرد که کتی خانم خود کار میکنه مردگو است یا نه؟ نه خانمت نه تو سر دخترها در بدخشان چی میکردی دم کورس ثبوت کن. اینی رو برای ثبوت. مردم بگو حالا ثبوت کو بیادر اگر من کدام گناهکاری هستم پلیس انترپول است در پلیس دنیا قانون انترپول. است. من پلیس در تیک انترپول تاک پشتم خودم میگرده. میشناسم. اگر من کدام گناهکار باشم از 2 سال در تیک تاک کار میکنم شما یک پیام به باره کار مشکل نمیکنی، تجارت میکنی. میگم گدایگر هستی گدایگر حالا ثبوت گدایگر میکنی یا هستی نه؟ من میخواستم که تو به خوبی گپ بزنم مگم تو بسیار چالاکی میکنی گپ نمیزنی تو میخوای حالا که تو- بکنار برنامه رو خراب کنی تو سوم کلمه را یاد نداری دوای قنود یاد نداری مگر 3 اینجا سال بحث وقت اسلامی داری که نیست اینجا برنامه بحث بگی اجتماعی که است او احمق بحث اجتماعی تو گفتی یک موضوع رو انتخاب حالا تو کن مسلمان هستی یا نه؟ فعالیت های ما در سوشال مسلمان میدیا هستی؟ کدام گزینه رو برای ما داده بودی کدام گزینه رو مسلمان هستی یا نه؟ کدام گزینه رو برای ما داده بودی مسلمان هستی یا نه؟ او میشنوی احمق که بگویی؟ کدام او احمق مسلمان کدام بودن گزینه رو داده می‌شنوی؟ بودی احمق از کدام گزینه رو داده بودی با گزینه رو داده بودم که تو میخواستی به مردم این نشان بدی که تو چقدر فهمیده هستی بله من فهمیده هستم به می خاطر دوای قنود یاد نداری؟ حالا خب بحث موضوع اسلامی نیست او احمق سه کلمه را بخوان بحث موضوع بود که درباره کلمه رو فعالیت های بخوان. خود گپ میزنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم برو الله خیزن تا بیار الرحمن الرحیم. برو خیزن تا بیار برو خیزن تا بیار باز من دوای قنوت میخوانم برو زن تا بیار طرفدارایتان که شما را فالو کرد دوستا ببینن که کس را فالو میکنن که دین اسلام یاد نداره او الله احمق میگه اینجا سر گپ دین عزت اسلام آبروی نیست یک انسان اینجا پرده گپ- پرده این اینجا انسان این من انسان مطمئن هستم اون روزی که ملکانو در آشپزخانه دوای خود قنود داشت بخوان کمک کنه ایزد شد بعد از زن دیگه سه الهش کلمه را بخوان باز از آشپزخانه الله اکبر خاطر سه این کلمه را بخوان مردی که در مسلمان آشپزخانه نیست میره دوستا این کافره ما ما و تو که مسلمان هستیم این انسان موثر اگه زنت بدنام تو را اعلا کرد این مسلمان مشکل نیست ده تو دوای قنود تو یاد مرد نداره نبودی که زنت نماز نگاه نمی‌خونه. کنی. صدایت نمیاد لک جمع باشه یک مرد واقعی کسی هست که زن خود نگاه کنه بتانه. سه ساعت اگر تو سلام مرد کنی، واقعی ویدیو دور زنت می‌کنه. نگاه سلامت می‌کردی دور زنت می‌کنه. الهی برای نمی‌کرد الله و خیانت رسول طاقت وقت نمی‌کرد نداره. در مسلمان عمر نیست. 40 سالگی دیگه بشنویم که چی میگه اون روزی که ملکانو در آشپزخانه خود داشت همراه زنش کمک کنه ایزد شد بعد از زن دیگه الهش کرد باز از آشپزخانه ما خاطر این ثابت کردم مردی آرون مردی ملک که در کافر است. آشپزخانه میره الله اکبر. آرون ملک کافر است. نمیکنه آرون ملک کافر است. اگه زنت آرون تو را ملک اعلا کرد دوای قنود مشکل ایستی ده مولا تو می‌کنه. تو مرد نبودی که زنت نگاه کنی. سعی کنین دوستای عزیز مسلمان نیست. یک مرد واقعی کسی یک نفره که چالش میته باید از همو چی را است که زن خود نگاه کرده شما بتانه. کس را فالو میکنید باید از طرز صحبت کردن یاد داشته باشه این آدم که از بگو در دوای کراچی قنود به بخوان. دنیا آمده و یه تو سوم فکر کلمه میکنه را. که ما سوم بسیار کلمه چالاک را. هستم و سوم میخوایم که به کلمه را نوع بخوان. ملکه یا قار بسازم یا احساساتی بسازم سوم کلمه را و بخوان. در بین گپش گپ میزنم سوم این کلمه میفهمه را که در بخوان. اینجا موضوعات اجتماعی یاد میشه یا فعالیت های ما یاد میشه سوم این چی میکنه کلمه را وقتی که گپ شروع میکنم اول که من ازش سوال کردم که بیادر امی مرد اصلی افغانستان تشریح کو یا تحلیل کو که مرد افغان چی است این گپ برد خینه بیا که موضوع برنامه رو شروع کنه
برنامه را نام غلط چی است، کردی. سند سال گوش چند کن. است، کدام کتاب میخوانی، در وقت آقای بیکاری من چی میوت میکنی. کردی. ما آقای خواستگاری من- خانی تو نامدیم آقای که توی من چیزا را از ما ترتیب پرسان سوال میکنی. میوت کردی. سوال موضوع آقای یا من موضوع ترتیب برنامه سوال موضوعی میوت است که کردی. موضوع کار بعد. منطقی صحبت این میکنیم. کار بعد. مگه می خب منطق ترتیب. نداره، اگه آدم منطق سوال میداشت این میوت کارا را کردی. نمیکرد. سوال وقتی که ما میوت گپ کردی. شروع میکنیم ترتیب. در بین گپ و این میخواد که به سوم قسم ما کلمه را بخوان. برنامه را پیش ببریم منایس که مسلمان مردم سوم اصلا کلمه را نفهمه بخوان. که موضوع برنامه چی است. منایس ما این مسلمان ویدیو را سوم که کلمه برای را نشان میتونم این برای منایس گفتن کدام چیز مسلمان نداره. سوم ببینید کلمه ما را براتون بخوان. بازی ویدیو را پلی میکنم در که لایف این که احمد خانم و خود زنش چی آمده میگه. کدام ثبوت نیست. در لایف که خانم خود آمده همون روزی که ملیکا رو داشت پاسخانه خود درش تیاره زنش کمک کنه ایزک شد بعد از زنش هم دیگه علاج کرد. میگه ما 100% زن از این نوش آفرین میگه. دوستای محترم، کسایی که را فالو کردن یک کافر مطلق است. یک کافر مطلق. شرم باد به این کافر که تاپه کافری را سر دگرها میزنه. این مسلمان واقعی نیست. این مسلمان واقعی نیست. سوم کلمه را یاد نداره، دعای قنوت یاد نداره. 3 ساعت مکمل سر ما ویدیو جور میکنه، زن ما را فاحشه خطاب میکنه، دیگر را فاحشه خطاب میکنه، اسلام نمیفهمه. لطفا دوستایی که را فالو کردن فقط در بین ما و تو بد جنجال مندازه کافر است. نرمی کافر است، بود، بدینی میفهمید است. که گپ چی است، با طریقه بدین درست است. صحبت میکرد و مشکل حل میشد و از ما میوت پاک به توافق میرسیدیم که مثلا مشکل از این چی است، مشکل ما چی است. مگه می بسیار یک آدم لایف بیناموس است. ریکورد ما چرا کردن بیناموس یاد میگم؟ به خاطر که این شرم و حیا نداره. میفهمی چی میگم؟ وقتی که من میگم شرم که حیا وظیفه ندارم، یک مرد مسلمان افغان است. چی است، میگه که تو مرا بگو که در بیکاریت کدام چی فکر کردی که دلت است که یعنی دیگه فریب میتی، مرم فریب میتی؟ نه خیر. سه کلمه. اگر تو واقعا اخلاق میداشتی، واقعا میفهمیدی که ما امرای یک شخص رو باروش دیم، باید امرای بس منطقی داشته باشم و سر خود حاکم میبودی، با طریق خوب صحبت میکردی. این آمده میخواد که مردم گمراه بسازه. رولا برات میگم که تو جز با مزرعت کسی که سر زن خود تجارت میکنه، کسی که سر زن خود پول پیدا میکنه و جز از مردگه و دیگه چیز نیست. ما واقعا خوش ندارم کلمه را استفاده کنم، مگم به خاطر مردم لازم است که کلمه را بگم تا بفهمی. اگر تو یک آدم میبودی که با بینندای خود احترام میداشتی و بینندای ما احترام میداشتی، می آمدی اینجا یک بحث درست و منطقی را برام انداختی، گپ میزدی. کلمه سوم، کلمه دوم، تو اگر واقعا یک مسلمان درست میبودی، تو هم کلمه اول وقتی که او شخص نامش چی است که ابو هریره از تو پرسان کرد، گفتی ما والا کلمه اولا نمیفهم. او بحث اسلامی تو امروز او بود، از ما تو بحث اجتماعی است. وقتی که ما از تو سوال میکنیم که وظیفه یک مرد افغان چی است، تو چرا میره جواب دادن نمیتونی؟ تو باید است که امروز ما بحث منطقی، به خاطر که تو چالش داده بودی، گفتی 3-4 گزینه دارم، تو یکش انتخاب کن. ما یک دانش انتخاب کردیم که درباره فعالیت های خود صحبت میکنیم. تو در سوشال میدیا چی فعالیت داری؟ ما در سوشال میدیا چی فعالیت دارم. اگر رقم پیش بری خود رشخند کده میری. تو درباره فعالیت های اجتماعی، درباره که تو در سوشال میدیا چی میکنی، ما چی میکنم، در این مورد گپ میزنیم. این میوت کردن قانونش ما تو نمانده بودیم. خب به خاطر که تو به احترامی میکنی، در بین گپایم گپ میزنی. ای خود